بیا اینجا جلو دوربین. خودت میگی بلدم. فقط 1 دقیقه توضیح بده چرا شب یلدا رو جشن میگیری. به خدا عجیبه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ آقا یا خانم، هر موقع که من یه موضوع رو میگم میگه که من بلدم. حالا این داستان رو براش تعریف کنم. داستان جالب. داستان شب یلدا یه داستان افسانه‌ای و اساطیری از آیین مهرپرستیه که قبل از دوره زرتشتم بوده. مربوط میشه به تولد میترا. قشنگتر توضیح بده باشه. بریم که قشنگتر توضیح. طولانی ترین شب سال، شبی که مرز بین روشنایی و تاریکی را برای لحظه‌ای به چالش می‌کشد. اما این شب تنها یک واقعه نجومی نیست، بلکه سرشار از افسانه‌ها و داستان‌هایی است که نسل به نسل از دل تاریخ به ما رسیده. میگویند که در دوران باستان شب یلدا نمادی از نبرد بین ایزد مهر، میترا و اهریمن تاریکی بوده. این شب طولانی به باور نیاکان ما نماد پیروزی نیروهای روشنایی بر تاریکی بود. میترا، ایزد میترا یا مهر. میترا نگهبان خورشید، مهر و پیمان و دوستی. میترا در بلندترین شب سال متولد میشه، یعنی شب یلدا. طبق داستان‌ها و افسانه‌ها قبل از اینکه میترا متولد بشه دنیا در تاریکی و سیاهی و رنج به سر می‌برد و همه موجودات روی زمین، گیاهان، انسان‌ها و حیوانات منتظر تولد میترا و نجات خودشون که در این شب که سیاهی و تاریکی در اوج خودش بوده، میترا در یک غار مقدس متولد میشه. جالبه که بدونید داستان شبیه به تولد حضرت عیسی داره، چون اون هم مثل حضرت عیسی از مادری باکره به دنیا میاد و زمانی که اون متولد میشه نور به این دنیا برمیگرده. در داستان ها اومده که اون با شمشیر خودش که شمشیر از جنس نور بوده به جنگ تاریکی میره و تاریکی رو شکست میده. میترا هر روز نگهبانی میده که خورشید طلوع کنه و این داستان از اینجا اومده که فردای شب یلدا بالاخره روزها از شبها بلندتر میشه. گوش کردی؟ جالب بود. بله. خب به نظر من دقیقاً پیامی که داره اینه که بالاخره بعد از اون تاریکی نور پدیدار میشه و دقیقاً زمان که ظلم به حد اکثر خودش میرسه خیر و خوبی هم امیدوارم که پیدا بشه و این نیز بگذره. و یه چیز جالب دیگه هم بدون بگم تو یادم نرفته، این که خود واژه یلدا هم یه واژه از زبان فارسی نیست و از زبان سریانی و سوریانی اومده که به معنی زایش، رویش و تولده. همین، خیلی خوشحال شدم. خداحافظ. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید و همین.